این پارچه از فیلم برچه خیالی است که از روی حکایه نویسنده بهرام فیروز از جانب مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه تهیه گشته به دوستداران سینما پسند آمده است. کارگردان عبدالحی زاکرов به سبب از آثار بهرام فیروز این فیلم نامه را پیشنهاد نکرده است، زیرا حکایه های نویسنده بهرام فیروز بسیار جالبند و خواننده را به عالم افسانه میبرند. برچه خیالی نیز از جمله همین حکایه های نویسنده بوده دوره شیرین ترین حیات، ایام کودکی و زیبایی های آن را دوباره پیش نظر تماشابینان میآورد. تلویزیونی سفینه فیلم نامه دیگر را با نام رمیده از روی حکایه بهرام فیروز نیز پیشنهاد نموده است. برای چی این حکایه ها قبول شدند؟ برای چی از روی این حکایه ها گروه کره از مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه فیلم برداری کردند؟ زیرا وقتی که همین حکایه ها را انسان میخواند در این حکایه ها تصویر دیده می شود و برای کارگردان ها، برای فیلم نامه نویسان وقتی که حکایه تصویر دارد برای ترتیب دادن فیلم نامه خیلی آسان به دست میاد. سهم بهرام فیروز را در رشد صنعت و سینما ضمن میز مدور در کتابخانه ملی تاجیکستان نمایندگان مؤسسه دولتی تاجیک فیلم، دانشگاه ملی تاجیکستان، اتفاقهای رسامان و نویسندگان تاجیکستان مورد آموزش قرار دادند. گفته شد که نویسنده، شاعر و منقد نامور تاجیک بهرام فیروز در برابر نظم و نثر در رشد صنعت و سینما نیز نقش گذاشته است. او در مدت کوتاهی توانست پاویزهای ماندگار به جامعه ادبی ما عرضه دارد، پاویزهایی که در تربیت و کمال نسل نورز جوانان ما نقش کارساز داشتند که این هم یک گوشه سبزی از زندگی ادبی و زندگی اجتماعی بهرام فیروز محسوب می شود. در میز مدور از جانب اشتراکچیان در موضوعهای نگاه به مسیر زندگی بهرام فیروز، ترجمان فیلم‌های هنری، انعکاس اثرهای بهرام فیروز در سینما، معروضه‌ها پیشنهاد شد. همچنین از جانب فرزند نویسنده مروارید فیروز طرح نوی سامانه اینترنتی بهرام فیروز معرفی گردید.